اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. معاون اقتصادی ریاست الوزراء مولا عبدالغنی برادر آخوند در کمپاین ملی نهالشانی که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بادام باغ ترتیب داده شده بود اشتراک و سخنرانی نمود. با سکتور خصوصی کنفرانس هماهنگی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی صورت گرفت. ریاست عمومی استخبارات میگوید نیروهای این ریاست آن 3 تن را که یک شهروند را به ترور و مرگ تهدید می نمود و در عوض از ایشان $200,000 آمریکایی مطالبه می نمود دستگیر نمودند. وزارت امور داخله میگوید از مرکز آموزشی پلیس ملی هلمند 395 تن پلیس پس از فراگیری تعلیمات مسلکی و عقیدتی فارغ گردیدند و اسناد فراغت را به دست آوردند. اداره ملی استاندارد به منظور ترویج فرهنگ استاندارد در سرک‌های عمومی شهر کابل کمپاین نصب نشان و شعار استاندارد را برآ انداخته‌اند. جلسه هفته‌وار ریاست پاسپورت برگزار شد. جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی پاسپورت بر رهبری پاسوال مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت برگزار شد. شاروالی کابل میگوید کار اعمار 12 تشناب در پارک عمومی پغمان در ناحیه 14 تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. از سوی آمریت سرحدات اقوام و قبایل ولایت غور جلسه به منظور وحدت، برادری و رسیدگی به مشکلات اقوام تشکیل شد. در این نشست مسئولین مقام ولایت، رؤسا، صدها تن از بزرگان قومی و علمای کرام حضور داشتند.